ای پیامبر، بر همسران خودت و بر دخترانت و بر سایر زنان مؤمن. خب الله تبارک و تعالی میخواد شخصیت زن مؤمن حفظ شود. پس حکم حجاب آیا به خاطر از که زنا بعد الله متعال؟ نه، برعکس. الله متعال بر اساس کمال رحمت و علمی که داره به خاطر منفعت زنها گفته حجاب بکنید. بر همسران خودت و بر دخترانت و بر سایر زنان مؤمن بگو. اینی حکم زنانه است، حکم مردانه نیست. چرا نگفته که خب بچه‌تون بگو و دیگه مردان بگو؟ چون اینی ضرورت مربوط به مردان است، این حکم مربوط به مردان نمیشه. خب چی کنن اینا؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، جلابیب را بالای خود بندازن. جلابیب هم لباس کلان عربا رو میگه که کل وجودش میپوشونن. خب چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این آسان ترین راه است که شناخته شود. منظور از شناخت چیست؟ چیش مثلا اگه یک دختر حجاب بکنه مکمل میفهم که نامش فاطمه است، مثلا بنت محمد علی، میشناسیمش؟ نه، منظور چی؟ شناخت چی مطرح هست اینجا؟ شناخت فکر، شخصیت و دینداریش. دقت کردین؟ آله خب یک زن شاید بگه که خب ما ضرورت ندارم به این، ما ضرورت ندارم که من بشناسم. امی گپ معقول است؟ هر کدامی از ما شما به عنوان یک انسان خیلی از کارهای داریم، ممکن خطا هم بوده باشه، اما به خاطر حفظ شخصیت ما که شخصیت ما صدمه نبینه، هرگز دوست نداریم اون کار ما آشکارا شود. هست؟ اینطور یا نه؟ هر کدام ما به عنوان یک انسان خطاهای زیاده داریم. به عنوان انسان بودن حفظ شخصیت ما به اندازه مهم است که گاهی وقتا ممکن یک کار را کردیم که آماده باشیم 10 دفعه بمیریم خونه اون کار ما آشکار نشه. چرا آشکار نشه؟ چون شخصیت ما صدمه میبینه. پس حفظ شخصیت انسان ها یکی از مهمترین بخشای زندگی از اونها را تشکیل میده. هر انسانی به عنوان یک انسان به این نیاز داره که شخصیتش چی شود؟ حفظ شود. خب الله تبارک و تعالی میخواد شخصیت زن مؤمن حفظ شود. پس حکم حجاب آیا به خاطر از که زنا بعد الله متعال؟ نه، برعکس. الله متعال بر اساس کمال رحمت و علمی که داره به خاطر منفعت زنها گفته حجاب بکنین. اما چرا یک دختر امو رقمی که پیشتر گفتم، چرا از این مفهوم سرچپه گرفته؟ چرا تصورش معکوس است؟ چرا تصور یک دختر از حکم حجاب است که تصور میکنه حجاب آمده مرا شخصیت مرا چی میکنه؟ صدمه میزنن، از مرا آزادی مرا گرفته. همین مفهوم ازش میگیرن. چرا؟ امو گپی که در اول گفتم، به خاطر پیش زمینه های فکری غلطی که داره. دقت کردین؟ این پیش زمینه های فکری غلط باعث میشه سر اصل حکم قضاوت معکوس بکنه، در حالی که یک زن مسلمانی وقتی از جایگاه و منزلت خودش از دیدگاه اسلام گپ میزنه، یکی از افتخارات زن را باید وجود حکم حجاب در اسلام بیان بکنه. متوجه منظورم هستین؟ دوباره تکرار میکنم، وقتی یک انسانی چی به عنوان یک زن چی به عنوان یک مرد در مورد منزلت زن در اسلام گپ میزنه، بگه یکی از افتخاراتی که اسلام بر زنها بخشیده وجود حکم است به نام حجاب. چرا؟ به خاطر حفظ شخصیت زنها. و حفظ شخصیت زن از هر چیز دیگه که برای او زنی که زن باشه مهمتر است، و به اون مردی که مردم بوده باشه حفظ شخصیتش به مراتب مهمتر است. بیشتر مثالش گفتم. دقت کردین؟ پس این نقطه قوت است، برخلاف آنچه که اسلام ستیزها تصور دارن. همیشه سر اون نقطه‌ای که اینا اعتراض میکنن دقیقاً اون نقطه قوت است، مگر ای که یک انسانی از لحاظ روحی و روانی و فکری و فلسفی به او درجه انحطاط کرده باشه که این ضرورت انسانی را درک نکنه. وقتی یک زنی بگه بر من فرق نمیکنه که من در جامعه میرم، هیچ فرق نمیکنه که مردم سر من چی قضاوت میکنن، من لباس مناسبم نمیپوشم، هر رقمی که دلم شد میگردم. اینی استدلال که گاهی وقتا استدلال کرده میشه و یک عده از جوانا هم نمیتونه با داشتن یک زیربنای قدرتمند در مقابلش پاسخ بده، تصور میکنه که این نیکو و پسندیده است، در حالی که اصلی اینمی استدلال یعنی نادیده گرفتن جایگاه انسانی یک زن
و چی کسی ظالمتر از او انسان است که جایگاه انسانی زن را نادیده بگیره. وقتی یک زن مرتبت انسانی خودش را نادیده میگیره و به مرتبت انسانی خودش بیباک میشه، این اوج انحطاط فکریش نشان میده. و وقتی یک نفر خودش در مرتبتی از انحطاط فکری سقوط بکنه که به خاطر مجادله در مقابل یک نفری او را نادیده بگیره، این نشانی خودش نشانی شکستش است. دقت کردین؟ اینو به خاطر میگم که گاهی وقتی در مورد حجاب بحث میشه، این تفاوت ها را وقتی کسی درک کرده نمیتونه، آخرین حربش اونم گپیست که در اول گفتم، میایم مسائل را مطرح میکنه که باطل بودن او گپ به نسبت باطل بودن این گپی که در موردش استدلال میکنه به مراتب قدرتمندتر است. مثل یک نفری که وقتی برش حکمت های تفاوت در احکام را بگی که تفاوت در خلقت است، آخرین اعتراض چیست که خب نباید تفاوت در خلقت باشه، در حالی که این گپ بیخی بی عقلی کلان است دیگه. دقت کنید به عین ترتیب وقتی اسلام ستیزها نمیتونن در مقابل منطق قدرتمند اسلام به خاطر احکام ایستادگی بکنن، میاین از ارزش های متفق علیه انسانی هم پایین تر سقوط میکنن. چرا بیچاره مجبور به این کار میشن؟ چون دیگه گپ نمیمونه برشان، دیگه استدلال برشان باقی نمیمونه. وقتی دیگه هیچ استدلال برشان باقی نمونه، به خاطری که بازم بتونن نفس ظالم خود را توجیه بکنن، میاین ارزش هایی را که در هر حالت انسان به خاطر از اونها به عنوان یک انسان ولو مسلمان نبوده باشه برش به عنوان یک ارزش مطرح است، امور نادیده میگیره. وقتی یک زن میگه که من اصلا اینمی نمیخوایم جایگاهم حفظ باشه، یک ارزش انسانی است؟ نه، اوج انحطاط فکری یک انسان است. و به امی خاطر هم هست او زنهایی که اما تو از لحاظ فکری سقوط کردن، مسائلی که در حقیقت همه ارزش های انسانی را ازش میگیره، او را برای خود حق تصور میکنه و با او خوشحال است. مثلا در غرب که داعیه دار فمینیسم است و زنگرایی و زن محوری و فلان و فلان و فلان، چی چیز را بر زن داده که ارزشمند ساخته باشه زن را و چی چیزهایی را از زن گرفته؟ یک ذاکرنایک یک جای سخن بسیار جالب میگه. شما ببینید، اون مثال کلانتر میتونه، مثالای کوچکتر از او هم وجود داره. برای فروش یک موتر یک فایده اقتصادی مطرح است. آیا ارزش ای را داره که یک زن از آبرو و حیثیت و عفت خودش بگذره؟ آیا میتونه 1 میلیارد موتر ارزش عفت یک زن را جبران بکنه؟ بر معیارهای باطل اونها بله، اما خود از اینمی انحطاط است، از سقوط از ارزش‌های انسانی است. اما به خاطر یک موتر لوکس در پولیش است، خب تا موتر خصوصیات موتر توضیح بده کافی است دیگه. یک دختر تقریبا برهنه در کنار ازوس دیدین نمیشن در میاد قلمی تبلیغات دیگه، شما نه باز میگه لیتس درایو ایت، بیاین که درایو کنید. ذاکر نه شوخی گونه میگه وچ من دستون رو دادن کدام از این درایو کنی. دقت کنید از اون پایین خیلی پایینتر شما یک دانه شامپو بخرین 2 روپیگی پفک نمکی. یک زنه به خاطر فروش یک پاپور 5 روپیگی باید بیاید چی کنه؟ دیدن اعلانات دیگه نه چیزا کاری لودگی میخنه فلانی یک شده فلانی یک شده، باز من خوشحالم هست. شاید بگه خب من ببینین حقوق ما چقدر خوبش تضمین شده. یا یک زن دیگه نیمه برهنه شه به خاطر ارضای شهوت انسان‌های شهوانی برقصه و بر مردم تکت بگیرن، بعد برن اونجا با چک چک بکنن، خوشحالم باشن. این دیگه چون یکی از مدافعین حقوق زنان همین مردم نه، همین رقاصه هایی که به خاطر ارضای شهوت میرن و مردم به اصطلاح خودشون کنسرت میتن، مردم برشون چی میکنن؟ این کارو به خاطر پول نکنن، نه پول میتن میره در اونجا ارضای شهوت شه، باز خوشحالم هست، او هم خوشحال است، هم خوشحال است، خوشحال است که ما رفتیم در کنسرت، هم خوشحال است که ما کنسرت دادیم. یکی از حقوق زنها را اعاده کردیم. چون همین غربی های خبیث هم تو گپ میگن. یکی از نمونه های احیای حقوق زنها در افغانستان هم است که ما آمدیم زنی را که میگه پوشیده بود، زنی را که اجازه خارج شدن از خانه نداشت، ما در استیج آوردیم که با لباس نیمه برهنه و اما لباس نیست دیگه، دیده باشین خصوصا یک تا خبیث بیخی اخبث است، وضعیت از بیخی خراب میباشه. خب حالا اینا با اینمی وضعیت واقعا از لحاظ اسلامی رو بیخی کنار بگذاریم، از لحاظ انسانی واقعا به ارزش انسانی رسیدن یا نه ارزش انسانی رو از دست دادن؟ خب آل یک زنی که
ارزش انسانی خود از دست بته و بعد برش تلقین کرده شده که اینمی برات ارزش است. این دو انحراف است. انحراف اول انحراف تغییر در مفاهیم و انحراف تغییر در مفاهیم به مراتب خطرناکتر از انحراف مخالفت با احکام است. بعضی از مردم انحرافشان تا اونمو حدی است که در مقابل احکام مخالفت میکنن. این انحراف است، اما نه خطرناکتر به او که یک نفر میای اصل مفاهیم را تحریف میکنه. و خیلی ها در انحراف تغییر مفاهیم واقع میشن. انحراف تغییر مفاهیم یعنی چی؟ یعنی انسانی یک کار غیر انسانی را انسانی میدانه و یک کار انسانی را غیر انسانی میدانه. دقت کردین؟ و چرا بیچاره مجبور میشن تا اینمی درجه از انحطاط فکری واقع شوند که یک کار واقعا ضد انسانی را یک کار انسانی بدانن؟ چرا در این درجه میرسن؟ چون نمیتونن از موقفی که الله متعال به خاطر احکام داره در مقابل استدلال پاسخ ندارن، مجبور میشن چی بکنن؟ از حتی مفاهیم خود تغییر بدن. دقت کردین گپ مرا؟ این خودش از قدرت استدلال اسلام ناشی میشه که اونها وقتی در مقابل قدرت منطق قدرتمند اسلام برای یک حکم وقتی نمیتونن پاسخ بگن، مجبور میشن مفاهیم را چی بکنن؟ مفاهیم مشترک انسانی را هم تغییر بدن. دقت کردین؟ پس الله تبارک و تعالی زن و مرد را خلق کرده و تفاوت روحی و روانی، عقلی و عاطفی و ظاهری و فیزیکی بین زن و مرد ایجاد کرده و اینمی خودش ضرورت است و عاقلانه و علمی و حکیمانه هست. و بعد بر مبنای این تفاوت ها از لحاظ روحی و روانی و از لحاظ عقلی و عاطفی و از لحاظ فیزیکی و ظاهری، بر مبنای این تفاوت است که احکام متفاوت شده و وجود این تفاوت خودش هم علم است، هم حکمت، هم عقلانیت و هم رحمت و رأفت. دقت کردین؟ و به می خاطر دیگه احکام تفاوت میکنه. یعنی همه تفاوت هایی که شما میبینین در احکام بین زن و مرد وجود داره